در همین هفته‌ای که پیش رو داریم در روز یکشنبه انتخابات ترکیه هست. انتخابات صورت میگیرد. سبحان الله سبحان الله. آنهایی که به خاطر الله تلاش میکنند، آنهایی که صدای حق را بالا میکنند، آنهایی که ندای حق را بالا میکنند، آنهایی که حامی اسلام و دین و قرآن هستند، آنهایی که حامی ضعفا و مساکین هستند، چقدر عزت پیدا میکنند. رجب طیب اردوغان، رئیس محبوب ترکیه، چقدر ارزش و مقام دارد در بین مسلمانان دنیا. امروز عزیزان من، در هر جا مسلمانیه، به هر جا که کسی است که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، دست به حضور پروردگار عالم بالا دارد. ای پروردگار عالم، رجب طیب اردوغان، ای الله حامی اسلام و دین و قرآن هست. ای الله صدای حق را همیشه بالا می کند. ای الله اون رجب طیب اردوغان حامی مساکین و ضعفا است، به هر جا مسلمان است دعا می کند ای الله را کامیاب بگردان، ای الله را پیروز بگردان. هستند دستهایی که نمیخوان مسلمان ها به سرفرازی و ترقی برسن، هستند کسانی که نمیخواهند حامیان قرآن، حامیان دین، حامیان اسلام رهبری مسلمانان از آن خود بکند. هستند دشمنان خدا، نمیگذارند آنهایی که مسلمانان دنیا از آنها عدل دیده، از آنها شفقت و مهربانی دیده، از آنها تواضع دیدن، نمیگذارند چنین افراد با خدا و با ایمان بر سر مسلمان ها حکومت کند. رجب طیب اردوغان عزیزان من، همه